پشتی درکفتنا بریارا پارلمان کردستان جبو دست نشانکرنا روژکا تایبت بجلو برگین کردی دوی روژه دال باجر دهوک قطابی و خیندکار و فرمانبران بجلین کردی قستانا وندین خاندن و فرمانگهان کرن. روژکا گلک خوشابو من و دویت روژکا هو صحابیت که مروف حسبت کد که روژکا نتویه و مروف جلو برگین کردی بکده برخو راستی و کودانه بچک کارتی کنال مکری بس من خواب سر و بریه که پیشن به روژه همی پیشمرگه ها پیروست کم و جاوید دی که شهید ما چید کم راستی اف روژه گلک خوش بود لولا ما اف روژه ویا ما نویا حفله که بکن و مدرسه حفله ما ندکرد بس ما ویا ام جلو بیگت خود کردی بهین دام خو قطابی و خیندکار دوی روژه دا بجلین کردواری دناوا قطابخانهان دا دربرین جهستا خویانه توی دکنو وی روژش بو حس کرنا هستان اجتماعی و حجی کرنا آخو ولاتی ددن خویا کرن. راستی هیویا من اوکو ام هر دم سرکفتی بین کرد چونکی مگاله که نخوشین دیدین و هر سندوان قیرانی جدا هیویا من اوه انشالله ام زیدرین دم اف قیرانه هنه خلاص بیت. ام کرد گلک نتوا پرسین و ام گله حش آخا خود کین و افروشش گلک نعنی یا جانش برکم چرکت کردی کنه چرکت کردیش گلک جانن و اتشکی گلک جانه یعنی دروژا جلو برگین کردی دا باجر دهوک سیمای کردواری کرا برخو هاتا خملاندن بجلو برگین کردی دلشاد هیمو NRT دهوک